ما یک خانواده پرجمعیت نجیب بودیم واقعا و زحمتکش. خوب بودن، پدر و مادر هر دو خوب بودن. من شاکرشون هستم، من ممنونشون هستم، گرچه به من اونجور که باید برسن از نظر تحصیلات و غیر وزالک نرسیدن، نتونستن برسن. پدر و مادر معمار بود، یکی دو دور هم پیمانکار شرکت نفت بود، شرکت ساختمانی بود، بنا بود، معمار بود. اینا کسانی بودن که ما 10 تا بچه رو سیر بکنن. خب مگه 2 تا آدم، مادر که کار نمیگرد، مگه یک آدم چقدر میتونه درآمد داشته باشه؟ اون وقت با اون دست بازی که داشت. من خودم شرور بودم، خیلی شرور بودم، استعداد هم داشتم، تعداد زیاد بود، درآمد کم بود. رسیدگی به همشون برای اینکه بتونن ادامه تحصیل بدن نبود. من خودم آدم نیمه تحصیل کرده ای هستم. البته این نیمه تحصیل کرده یک علتش سیاسی شدن بود. یه مقدار از این فعالیت سیاسی توی همسایه اومده به عنوان خالد. به هر جهت 6 ماه زندان برای ما بریدن و رفتیم زندان و دیگه ادامه تحصیل. یک نویسنده نمیتونه بدون ایدئولوژی باشه، بدون ایدئولوژی نمیتونه باشه. باید بالاخره جهانشو بشناسه، باید پیرامونشو بشناسه، باید روابط جامعهشو بشناسه. خب اینا همه مربوط میشه به ایدئولوژی دیگه، همه جمع میشن یه جای میشه این ایدئولوژی. خب اینا رو باید بشناسه. اگر اینا رو نشناسه وله، هر جا باد اومد باد میبردش. وقتی من از تبعید برگشتم دیدم، فکر کردم من اگر بخوام دنبال روی یک کسی رو داشته باشم کارم خرابه. من باید مستقل باشم، اما اگر عنصر برجسته‌ای در یک جای دیدم بپذیرم. من در جایی دارم زندگی میکنم که سیاست رو به من تحمیل میکنن. مردم سیاست زده هستند. سیاست شده بخشی از زندگی این آدم ها، چه بشناسد سیاست رو چه نشناسد سیاست رو. حالا من نویسنده قدر اولم روشنفکریه. روشنفکر یکی از کاراش اعتراضه. روشنفکر همیشه معترضه. چرا معترضه؟ معترضه در جهت اصلاح اون چه که حاکمیت ها دارن انجام میدن به نفع توده مردم. خب این یه وظیفه من اینجا دارم. وظیفه دوم، من نویسندم. نویسنده 2 کار نمیتونه بکنه. یکی میانبر نمیتونه بزنه، کارش خراب میشه. یکی دروغ نمیتونه به جامعه بگه، کارش بدتر خراب میشه. به من میگن تو سیاسی مینویسی. کجا من سیاسی مینویسم؟ حالا فرض کنم سیاسی بنویسم، اون مقداری رو که سیاسی نوشتم حدشه، حقشه. اونقدر وادارش کردن سیاستمدار باشه، وادارش کردن بره توی تظاهرات فریاد بکشه، وادارش کردن یک خطی رو بگیره دنبالش بره. من اگر بخوام یک کسی رو توصیف بکنم و این حرکات رو داشته باشه، اینا رو باید حذف بکنم که سیاسی نویس نباشم؟ نه. بذار ببینیم اون چی که هستیم، بشنویم اون چی که میگوییم. زندگی این جامعه رو می‌نویسم. میشد ایدئالیست رفت و قشنگش هم کرد آخرش رو، طوری که این نباشه که موجب ایراد بشود. میشد، اما دروغ بود. اگر دوباره متولد بشم ظاهراً به نظر میاد که خیلی خوشم نمیاد دوباره نویسنده بشم. یک کار آبرومندی داشته باشم باید تأمین زندگی.